رقابت جاسم بقالاشی با همراهی کرت انگل معروف به کچل نژاد، بعضی از هواداران بهش میگن کسکله، و شون مایکلز بچه خوشگله دهه 90 میلادی در مقابل اوپن چیلدرن بزرگ جان سینا و استیو کلوف در ضمن هالک هوگان به همراهی کسی که نیاز نیست اسمشو ببرم. هوادارا دارن میگن کی میده گوز 20 معلومه باسیستا و بروچ همون اولی کاری مثل گله گاو میریزن سر بروچ جاسم بقالاشی. کرتنگل مشت به باسیستا میزنه ولی فایده نداره، باسیستا کاندیدای مردان آهنین بوده، بنابراین جوری اول میده انگل اجتماعی که توپای جاسمو میگیره میبوسه، التماس میکنه که تو بزنش، من مال گوخوریا نیستم. جاسم بقال وارد میشه و سرشاخ میشه با باسیستا، شاخ بازیو میبره، فکر میکنه خبری، اما دوباره که سرشاخ میشه این با باسیستا جوری میکوبه زمین که مثل سگ خایه میکنه. مایکلز میاد میگه اون دو نفر زدی منو نمیتونی بزنی، هولش میده باسیستا رو، باسیستا هم بدتر از جاسم هولش میده. مایکلز مثل زنای جنده که بولشونو ندادی میزنه زیر گوشت باسیستا مایکلز رو میگیره میفرسته پرت میشه، کله ملق میزنه با توپاش. جان سینا هم زد مهرهای 6 و 7 مایکلز رو جابجا که بنده خدا تمارض کرد. جان سینا استاد گسکنکاریاشو زد میاد که به عقب بره، اما بعد جوری کرتنگل انگوشش کرد دست پشت. کرتنگل میاد که برای محکم کاری یکی هم بزنه تو توپای جان سینا، دلیلش هم همین بود که از هیچ کس بچه دار نمیشد. سیبی کلوف اصلا جاسم بقالو میزنه یه مشت تو کله پوک انگل میزنه، مایکلز هم گیس میاردش دور این هالک تستوسترونش میزنه بالا، کسخل میشه، به جاسم بقال میگه چون تو پاره میکنم و همین کارو میکنه این پیرمرد و خودش تنهایی خوشکاکوش همه حریفا رو فوسا میزنه، این مچو میبره. باسیستا میگه ماشاءالله همه رو مالیدیم، ما به سن تو برسیم رو ویلچر نشستیم. هوگان میگه نه بابا همه کار رو شما کردید، من بابا گلابی بودم.